میگفتیم آقا امام زمان که غایبه، حالا هر موقع اومد میریم در خونش. فرمود نه الان باش ارتباط برقرار. امام صادق فرمود با امام غائب ارتباط برقرار کنید، ارتباطتون رو قطع نکنید. راههای ارتباط زیاد، یکی از راههای ارتباط همین صحبت کردن، همین حرف زدنه. لذا ببینید کلی زیارتنامه داریم، به ما دستور دادن هر وقت دلتنگ ما شدید، قربونت برم مهدی و فاطمه، الان دلتنگ تو هستی، روز جمعه است، روزیه که همه دلها مشتاق شماست، به تو نگیم به کی بگیم؟ دلمون برات یه ذره شده، دلم تنگ است یا مهدی کجا ماندی؟ آره آزاد کنید اشکت و گریهات، چون با قلبت اومدی این صحبت ها رو گوش بدی. امروز امام زمان میدونم صدای ما رو میشنوی، اصلا خودت دعوت کردی، هر کدوم از ماها که اومدیم مگه با پای خودمون اومدیم؟ خودت دعوت کردی، گفتی بیا صبح جمعه یه باهات کار دارم، دوست دارم تو بیای برای من دعا کنی. دلم تنگ است یا مهدی کجا ماندی؟ بگو نماز دیشبت را کجا خواندی؟ قربونت برم، کربلا بودی؟ کجا بودی عزیز فاطمه؟ هر جا هستی آجوریه یادی هم از ما کن. ما خیلی به دعای شما نیاز داریم امام زمان. خدا حضرت به ما دستور داد، امام زمان فرمود هر وقت دلتون تنگ شد برای ما، دلتون هوای ما رو کرد، خواستید با ما ارتباط برقرار کنید، به سمت قبله بشید، بگید سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. سمت قبله بشینید، از من مهدی آدرس ندارید، نمیدونید من کجا هستم، کافیه سمت قبله بشینی با من حرف بزنی، من همونجا هستم. به ما یاد داده که بر تمام حالتهای امام زمان سلام بدیم. السلام علیک حین تقوم، سلام بر تو اون موقعی که می ایستی. السلام علیک حین تقعد، سلام بر تو اون موقعی که میشینی. السلام علیک حین ترکع و تسجد، سلام بر رکوعت، سلام بر سجودت، سلام بر قیامت قامت و قامت قیامت. امام زمانم قیامت قامت و قامت قیامت می کند این قد و قامت. مؤذن گر ببیند قامتت را، به قد قامت بماند تا قیامت. مجذوب تو میشه. ارتباط با امام زمان برقرار کنیم، زیاد با حضرت حرف بزنیم، صحبت کنیم. میدونم اولش که میای با امام زمان حرف بزنی زود حرفات تموم میشه. چرا؟ چون که غریبه هستی هنوز با امام زمانت. دیدی الان اگر دوست و رفیقی داشته باشی، هر چی باش حرف بزنی حرفات تموم نمیشه، چون با هم رفیقی. ولی وقتی آدم غریبه‌ای میاد خونت نمیدونی چی بهش بگی، یکی دو کلمه تموم میشه. درسته اولش با امام زمانت غریبه هستی، ممکنه دو کلمه حرف بزنی حرفات تموم بشه، اما یواش یواش اونقدر دوست میشی دیگه شب و روز با اون حرف میزنی باز خستت نمیشه. خواهرای من، داری غذا هم میزنی با امام زمانت حرف بزن، صحبت کن، احساس میکنی که داره صدای تو رو میشنوه. برادر من، داری کار میکنی، مشغول کار هستی، با امام زمانت حرف بزن، صحبت کن، حضورش رو حس میکنی، نورش رو درک میکنی، زیبایی تو دلت میشینه، زیبایی صحبت و لذت صحبت با امام زمان. مگه نه به ما یاد دادن که تو اذن دخول حرم‌های اهل بیت، حرم امام رضا علیه السلام، این چنین بگیم که اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی، شهادت میدم که شما صدای من میشنوی، جواب سلام منم میدی، جواب سلام میدی، ولی خداوند حجابی گذاشته، من نمیتونم صدای تو رو بشنوم. و انک حجبت سمعی عن کلامهم و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجات، ولی خدایا در فهم منو وا کرده با لذت مناجاتشون. یعنی من وقتی با امام زمان صحبت میکنم غرق لذت میشم، غرق نورانیت میشم. تو رو خدا گوشی تو کنار بذار، یکم غرق امام زمانت باش. این همه شب و روز غرق این هستی، خدا میگه. شما ببینید از صبح تا شب چقدر با همه صحبت میکنیم، با امام زمان چقدر تا رو صحبت کردیم. این خیلی مهمه.
من این خاطره رو چند جا گفتم، خیلی تکراری شد، عذرخواهی میکنم. الان دارم ضبط میکنم، بعد میذاریم تو کانال، بعضی مؤمنین گوش میدن، براشون تکراریه ولی اثر داره. چند سال پیش خانومی از ترکیه به من پیام داده بود رو تلگرام. حالا ما سخنرانی های عربی توی سوریه، توی عراق انجام میدیم، فارسی هم همینطور توی ایران. منتها ترکیم حقیقتش ضعیفه، یعنی موقعی که برای عزیزان ترکیه صحبت میکنیم یه مترجم داریم که مترجم ترجمه میکنه صحبت رو. این خانم شماره منو گرفته بود از یکی از دوستان تو ایران، پیام داده بود که حاج آقا من زندگیم پر مشکله، زندگیم پر غم و غصه است، احساس تنهایی میکنم، هیچ کس نمیتونه این تنهایی منو پر کنه، دیگه زدم به سیم آخر، چند بار خودکشی کردم ناموفق بوده، چه کار کنم؟ به من گفتن شما میتونی مشکلمو حل کنی. من نگاه کردم پروفایل ایشون، دیدم معذرت میخوام عکس سرلخت بود، گفتم ببخشید این عکس شماست رو پروفایل، میخوام طرف مقابلمو بدونم که با چه کسی دارم صحبت میکنم که بتونم مشاوره درست بدم به ایشون، ببینم اعتقاداتش چجوریه. گفت آقا بله، با اجازهتون بله. با اجازهتون بله یعنی این که برای من مهم نیست. من هیچی در مورد حجاب بهش نگفتم. عزیزانی که به فکر تبلیغ هستید، اول از همه میرید سر بحث حجاب که حجاب نداری جهنمی هستی و اینا، باعث میشه که بازخورد بدی پیدا کنه. هنوز اول بسم الله میری سراغ نماز و اینها و بازخورد بدی پیدا میکن که تو جهنمی هستی، تو دیگه به درد نمیخوری. اینو خوب گوش بدید. هیچ کاری به حجابش و نمازش اینا نداشتم. گفتم حاج خانم هر کی به شما گفته که من حلال مشکلاتت هستم آدرس اشتباه بهت داده. یعنی چی؟ گفتم حلال مشکلات فقط یک نفر تو عالم الان، اونم مهدی فاطمه است، امام زمانه. گفت کجا میتونم پیداش کنم؟ گفتم همه جا هست. گفت چجور باش ارتباط برقرار کنم؟ گفتم کافیه بشینی هر شب باش حرف بزنی. اینو من نمیگم، امام هادی فرمود، نامه نوشت به امام هادی آقا جون من به شما نیاز دارم چه کار کنم؟ شما تو سامرایی، چجور به شما دسترسی پیدا کنم؟ حضرت تو جواب نامه نوشت حرک شفتیک، لباتو تکون بدی من پیشتم. هر وقت دلت تنگ شد با ما کار داشتی یه لبی تکان بده، یه یا صاحب از زمان بگی من همونجا هستم، یا صاحب از زمان بگی. گفتم هر شب بشین 5 دقیقه با امام زمانت حرف بزن. گفت چی بگم بلد نیستم. گفتم همین حرفایی که با من زدی، درد دل کن، از مشکلاتت بگو، هر چی میخواهد دل تنگت بگو، همه رو آقا میشنوه. شب اول شروع کرد حرف زدن، شب دوم اومد به من پیام داد که حاج آقا خدا خیرت بده، با اینکه هنوز مشکلاتم حل نشده ولی یه آرامش خاصی به من دست داد که تو طول عمرم همچین آرامشی نداشتم. تو اون 5 دقیقه احساس میکردم یه آقای مهربانی مرا در آغوش گرفته، قربون این آغوش برم که از آغوش مادر هم برای ما شیرین تره. چقدر دلمون برات تنگ شده امام زمان. خیلی وقت آب و خون رها کردی و رفتی خونه بدون شما ویرانه شده. تو نرفتی، ما این که رفتیم. او منتظر است که ما برگردیم، ما این که در غیبت کبرا ماندیم. شب اول 5 دقیقه، شب دوم 10 دقیقه، آخرش شد ربع ساعت. هی به من گزارش میداد که آج آقا واقعا خالی شدم، واقعا لذت دارم میبرم، با این آقا صحبت میکنم، زندگیم پر آرامش شده. آخرش بعد یه مدتی گفتم دخترم میدونی این آقا که باهاش دوست شدی، رفیق شدی، این آقا از من و تو چی میخواد؟ گفت چی میخواد؟ گفتم این آقا دوست داره تو نماز بخون. گفت چشم. بلدی بخونی؟ گفت قدیما میخوندم. باور کنید عکس سلفی گرفت، در حال نماز، چادر نماز ایرانی پوشیده از این سفیدا، عکس انداخته، هم حجابش درست شد هم نمازش درست شد. با چی؟ با ارتباط با امام زمان. جوونی داری راه گم کرده، دستشو بگیر تو دست امام زمان بذار، ببین امام زمان چجور زیر و روش میکنه.
آدرس امام زمان رو بهش بده. تو نمیتونی هدایتش کنی. مقلب القلوب امام زمانه. اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا جون یه قصه تو زندگیم دارم. حضرت فرمود چیه؟ گفت آقا اون جوون رو میبینی، اون پسر منه، نماز نمیخونه، احترام منو نگه نمیداره، جوون بدیه، آقا فقط غم و غصم اینه. این که غصه ای نداره. میری در خانه امام زمان از امام زمان بخوای، آقا خودش زیر و روش میکنه. حضرت فرمود الان زیر و روش میکنم. یه اشاره از دور کرد به قلبش، قلب این جوون زیر و روش شد. اومد پیش باباش، دست بابا رو بوسید، گفت بابا ببخش نفهمیدم، خیلی بدی کردم، تازه فهمیدم که من چقدر بد بودم. آقا جون امام زمان میشه یه اشاره‌ای به قلب من کنی، من برگردم بگم مهدی جان خیلی در حق تو بدی کردم؟ کدوم اشاره؟ از همون اشاره هایی که اجدادت به قلب ها میکردن، همون اشاره‌ای که ابی عبدالله به قلب زینب کرد. زینبی که میگفت حسین تو بری زینب میمیره، من نمیتونم نگاه کنم رفتن تو رو. یه اشاره‌ای کرد، صدا زد برادر داری میری برو. اما نگاهش هنوز اون نگاه عجیب غریب بود. لذا ابی عبدالله یه نگاهی به زینب کرد. زینب نگاهت منو میکشه. گفت زینبم با این نگاهت میزنی آتیش به جونم، قاتلم آه تو میشه اگه من اینجا بمونم. چشم تو غرق ستاره، دل تو لبریز آه. خواهر این اشک و نگه دار که هنوز اول راهه. مگه چی قراره بیفته؟ گفت بگم دیگه، بعد ادامه شد، میگم ادامه صحبتم. گفت تنم و میون گودال سرم و رونه تنم و میون گودال سرم و رونه میبینی. با دلی که غرق خونه بوسه از گلو میچینی، میزنی بوسه به رگهام که دارن نشون خنجر. میشنوی گلی خمیده ای میگه غریب مادر. خودش دستور داد خدا را قسم بدید به مصائب عمه جانم زینب که فرجمو نزدیک کنه. خدا صبح جمعه قسمت میدیم به مصائب عمه جان زینب. همین امروز امضا کن آقامون بیاد. همین امروز دعا ندبمون تموم شد. یه دفعه صدای انالمهدی را بشنوید. زیاد با امام زمان صحبت کنید، حضورش رو احساس میکنی. ارتباط با امام زمان زندگی تو زیبا میکنه. میخوای اخلاقت زیبا بشه، با امام زمان ارتباطت رو قوی کن. هدیه به امام زمان بده. تقدیم کردن هدیه به امام زمان مساویه با اینه که امام زمان هدیه بهتری به تو تقدیم میکنه.